فضولای عزیز، تسلیت عرض می‌کنم. کاملا طبیعیه که زمانی که برای یه نوتیفیکیشن یا پیام چیزی تو این صفحه قفل گوشت اومده، دوست داشته باشه که هر کی از راه میرسه بتونه این پیام رو بخونه. نگران هیچی نباش، من راه حلش رو برات آوردم. فقط اینو بهت بگم این آموزشی که میخوام بدم مختص به گوشی شیائمیه. اگه سامسونگ داری یا گوشی آیفون داری و دوست داری که پست در مورد دستگاه تو هم بسازم، کافیه فقط سامسونگ یا کلمه سامسونگ رو کامنت بکنن، آیفونی هم کلمه آیفون رو کامنت بکنن. اولویت با برندی که بیشتر از بقیه کامنت شده باشه. قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون لازمه که بگم من محمد مهدی نصیری هستم. ما وارد کننده لوازم جانبی موبایل هستیم و خوشحال میشم که پیج من رو فالو بکنی، چون اینجا کلی آموزش رایگان می‌بینی و در کنارش کلی محصول با کیفیت هم دارم که می‌تونی ثبت سفارش بکنی. بریم رو گوشی بهتون آموزش بدم. در مرحله اول وارد تنظیمات دستگاهتون میشین. اسکرول میکنید روی پایین و روی قسمت اعلام ها کلیک میکنید. سمت راست صفحه قفل رو تاچ میکنید. روی قالب کلیک میکنید. گزینه دوم انتخاب میکنید. اعلان ها نمایش داده میشود اما محتوا پنهان میشود. دیگه پیامتون به شما مشخص نیست. خب اینم از این. یادت نره پست رو لایک بکنید و بفرستی برای رفیقای شیائمی بازت، چون حسابی به دردشون میخوره.